میکنن کار کنن از هر طرف توسط حوزه امنیتی واضح میگیم بدون کدام تشویش و این آن پلیس اینا را اهانت میکنن و چشمای خود ما مستند دیدیم لطوکوب حتی میکنن و اینی بیچاران در مقابل 30 افغانی 40 افغانی حتی شاهد هستیم که پول جمع میکنن به حوزه ها تقدیم میکنن در غیر از اونا اینا امکان نداره که پیش برن. خواستیم که از شما پیام داشته باشیم که چی انگیزه باعث است که شما خواستید که همدردی نشان بدین حتی با وزارت داخله برین پیش شاروال برین پیش مقاماتی که زیر مشکلات اینا رو باید حل کنه شما دخیل هستید هدف ما شما بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون دعوت که خوشحال هستم که امروز شما برای اولین بار مصاحبه ما از تلویزیون دعوت است که امروز شما آمدین و تصادفم که این دوستا چندین بار پشت در ما آمدن از هر نژاد هستن، پشتون هستن، تاجیک هستن، هزاره هستن. اینا غریبکاری هستن که در کوچه سنگی کراچی دارن. بنان من یک چیره هستم که همیشه الاوقات از خدا خواستیم که در خدمت مردم باشم بدون قید و شرط، بدون کدام نماینده دولتی، بدون کدام نماینده احزاب و حزب سیاسی. چون عمر ما در کسب کاری تیر شده، فقر و مظلومیت دیدیم، 35 سالم در جامعه تجاری کار کردیم. هر جایی که سر هر کس ظلم و مظالم صورت بگیره قدر توان میکنیم که صدای اینها را به گوش مسئولین برسانم. بنان من پیام ما بر شاروال محترم که من عضو شورای خبرگان شاروالی کابل هم هستم، پیام ما بر شاروال صاحب برای حوزه اول و حوزه دومی است که چرا یک بام و دو هوا پل باغ عمومی را شما باعث یک رسانه از سر پل پیاده عبور نمیتونین تا چوکه که کاملا غرفه هست و تجارت هست و دستمال فروشی هست و یک تکر را پیاده رو ازش تیر شده نمیتونه در ساحه ناحیه اول، در ساحه ناحیه دو، در تمام جایها. اما من متاسفانه که از آمریت حوزه سوم پلیس و ناحیه سوم چرای قدر ظلم و مظالم را سر 4 تا کراچیوان مظلوم محرومی که اینها از صبح تا بیگار در این یخی که یک بلست خاک در روی زینا میشینه یا یک لغمنان زن و بچه خود پیدا نمیتونه. چی کنن اینا؟ زیر پل سوخته بره پودر بکشه، دوزی کنه، راه را بگیره، چی کار بکنن؟ پیام ما برای از این ارگان ها هستن، برای آمریت حوزه سوم پلیس است، برای حوزه ناحیه سوم است، برای قماندان صاحب شهر است، برای شاروال صاحب محترم کابل است که اینها را یک جایی که بتانن پیسه نان دو تا دیگه چیزی که اینا پیسه نمیتونن پیدا کنن که بلدینگ بسازن، اودی بسازن و سرمایه، اما روز که میبرن دو تا نان خشک برای زن و بچه خود اینا بتانن ببرن، بر از یک جای قانع کننده دیگه تعیین بکنیم که اینا برن در اون مارکت یا در اون بازارچه اینا کار خود بکنن. در غیر از این قانون چرا آقای زدران که دوست رفیق من است یک واده کار قراردادی چوب داشت، آیا تو پیاده روق داری؟ تو سر سرک حق داری یا در مارکت حق داری؟ هر مارکت والا در مارکت خود حق داری. پیاده رو مال ملت است، مال دولت است. تو چی حق داری که مثال نوزر میرین و جان از اینا بیچاره ها بسیج میکنین، یک لقمه که اینا مشروع از زن و بچه خود پیدا میکنن نان از یاره میگیرین. بنابراین خواهش ما است که در تمام نواحی، در ناحیه 11 کراچی است، در ناحیه 2 هست، در ناحیه 4 هست، اخصاً ناحیه اول داخل منطقه بازار است یا نیست؟ پل باغ عمومی بازار است یا نیست؟ از چوک میوان تا جاده را کاملا اینا کراچی و دکان مسائلی که پیش روی مردم هست اینا کار میکنه. با کدام قانون و کدام وجدان اینا آمدن 4 تا بیچاره مظلوم اینا را کارش میگیرن؟ گپ از کدام تا گپ